تیاره که امروز به ما به نندارتون آورده هستم 3 تا تیاره است که یکی به نام بیرحم است، یکی به نام X13 درون است، یکی هم به نام مسافربری است. یک تیاره که است به نام بیرحم، او بیرحم که است وقتی که او پرواز بکند به همون جایی که دشمن قرار دارد، او تیاره که است هم تیاره است هم مشک است. وقتی که او تیاره به همون جا دشمن برسد، خود همون تیاره به در خود تیاره به در همان جا که دشمن قرار داره خود به هدف میزند. از وسایل پلاستیک استفاده کنیم، به خاطر که از وسایل پلاستیک استفاده کنیم که ما امکانات بالاتر از این نداشتیم که ما از دیگه وسایل از استفاده کنیم، دیگه امکانات نداشتیم. در مدت این عرصه در مدت 1 سال جور کردیم. در هر تیاره از اینا که از 40,000 50,000 30,000 مصرف آمده است. در آینده ما همین پلان داریم که بخیر همین تیاره به واقعیت تبدیل کنه که حکومت از این تیاره استفاده کنه تا بتونه از دفاع وطن ما